خب به نام خدا مجددا در خدمتتون هستیم با آموزش روش جدید نرم افزاری. همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردیم توی ویدیوهای 1 تا 4 یک روش رنگ‌آمیزی دستی آموزش داده شد که احتمال مقداری خطا توش بود و اینکه خب هم زمان بر بود و اه، بالاخره ما رو به این نتیجه رسوند که یک روش بهتری به کار ببریم که هم تو زمان صرفه جویی بشه، هم کاربری آسان‌تری باشه و هم دقت بسیار بالاتری داره نسبت به روش قبلی. به خاطر همین از یک نرم افزار دیگه میایم استفاده میکنیم که در واقع اون کار رو برامون به صورت اتوماتیک انجام میده به نام نرم افزار گلوبال مپر که خب آموزش نصبش هم قبلا خدمتتون ارائه دادیم. بعد از اینکه نصب شد میخوام ببینیم خب چجوری میتونیم الان باش کار کنیم. ابتدا نرم افزار گوگل ارت رو باز میکنیم. خب این اصلا یک تپه باستانی است، میخوایم اینو کار انجام بدیم. منتها نکته که دقت بفرمایید، به دلیل تراکم نقاطی که ما بخوایم استفاده کنیم هیچ وقت فضایی که استفاده میکنید بیشتر از 40 متر در 40 متر یعنی 1600 متر مربع بیشتر نشه مجموع مساحتمون. و چون حالا این تپه‌ای که اینجا هست عملا اندازش بزرگتر از اینه، ما فقط یک بخشش رو من باب آموزش خدمتتون میگیم و حالا سعی میکنیم بخشی هم باشه که حالا بنا به تجربه فکر میکنیم اونجا احتمالا چیزی باید باشه یا چیزی ببینیم، حداقل اتاقک رو بشه دید. تپه هم هست که خب ما خودمون رو تا حالا کار نکردیم، یعنی روش هیچ فعالیتی انجام نشده، اسکنی انجام نشده. الان برای بار اول میخوایم با هم دیگه انجامش بدیم. این خط کشی که این بالا هست توی گوگل ارت این متراژ رو داره به ما نشون میده، میتونیم باهاش مسافت ها رو اندازه بگیریم، مقدارها رو اندازه بگیریم. خب ببینید الان اینجا میشه 40 متر، درسته؟ اون منطقه ای رو که ما میخوایم اندازه گیری کنیم، خب یک مربع 40 در 40 رو اگر در نظر بگیریم، برای ما نقطه بالا سمت چپ یعنی گوشه بالا سمت چپ این نقطه برای ما مهمه. این نقطه ایه که ما به عنوان نقطه مبدأ به نرم افزار گلوبال مپر معرفی میکنیم. بقیه نقطه ها رو خودش از این نقطه شروع میکنه به اندازه گیری. خب یه نکته دقت بفرمایید، این که این n همیشه بالا باشه، چون نرم افزار به صورت اتوماتیک با در نظر گرفتن شمال و جنوب خودش شروع میکنه به نقطه گذاری. یعنی اگر شما بیاید اینو بچرخونید، یعنی از زاویه دیگه دارید به قضیه نگاه میکنید و فکر کنید سمت چپ بالا اینجا رو در نظر بگرفتین، این غلط در میاد چون شمالتون این وره. یعنی من الان فکر میکنم اگه این نقطه رو در نظر بگیرم یک مربع اینجوری به من میده، در صورتی که شمال وقتی این ور باشه سمت چپ، این نقطه میشه سمت چپ این زاویه، این مربع سمت چپ و بالای این مربع. پس دقت کنید این نقطه به سمت بالا باشه، یعنی تصویر تصویرتون به سمت شمال باشه. میایین اون حدود 40 مترتون رو اول ذهنی ترسیم میکنید، ببینید کجا میشه اون محوطه‌ای که میخواید رو پوشش میده یا نمیده. بعد نقطه رو انتخاب میکنید. خیلی راحت از اون نقطه رو میخوایم مختصات نقطه رو به دست بیاریم، شما این پین رو انتخاب میکنید، میان میذارید رو نقطه اینجا. الان با محوریت این نقطه‌ای که ما براش معرفی میکنیم میاد چیکار میکنه؟ یه مربع برای ما میکشه که این نقطه میشه گوشه بالا سمت چپش. ما با این مختصات کار داریم و این مختصات رو خب ترجیحاً تو فولدری که میخوایم سیو بفرمایید، چون ممکنه برای دفعات یه بار دیگه بخواید همینجا رو اسکن کنید، دیگه نقطه مبدأتون میشه همین نقطه. خب
اولین کاری که میکنیم میام رو دسکتاپمون یه فایل تکست درست میکنیم، یا حالا تو هر فولدر دیگه که خودتون خواستید اسمشون رو میذاریم مختصات مثلا مبدأ و میایم این مختصات رو میگیم. عرض کردم برای دفعات آتی شاید خواستین همین نقطه رو یه بار دیگه اسکن کنید، شما با همین مبدأ این کار رو انجام میدید. خب دیگه با این قسمت کاری نداریم، اینم میاریم پایین، ولی با این مختصات کار داریم. نرم افزار گوگل گلوبال مپر رو که نصب کردیم و کرک کردیم فعالش میکنیم، اجرا میکنیم. نرم افزار میاد بالا، اجازه بدین یک کمی زمان میبره. خب نرم افزار اجرا شد. بعد از اینکه اجرا شد میان روی این قسمت Create Grid نوشته، روش کلیک میکنید، اوکی رو میزنید، یک نقطه روی صفحه کلیک میکنید، فرقی نمیکنه کجا باشه، این صفحه باز میشه. دقت بفرمایید اینجا خیلی مهم هست این چیزایی که خدمتتون عرض میکنم. number of grid rows 200 انتخاب میکنید، وارد میکنید number of grid column 200 انتخاب میکنید، grid cell width 0.2، grid cell height اونم 0.2 واحد متر هست. خب این انکور پوینت رو انتخاب میکنید، این در واقع مختصات همون نقطه بالا سمت چپ هست. خب این رو صفر میکنید، یعنی پاک میکنید کامل، این رو هم پاک میکنید، گزینه آخرم پاک میکنید. اینا در واقع روش های مختلف ارائه مختصات هست. ما میخوایم الان با درجه و دقیقه کار کنیم دیگه، چون مختصات مبدأمون درجه و دقیقه بود. این رو کپی میفرمایید، جایگزین میکنید اینجا، الان جایگزین شد. این هم همینطور کپی میکنید، جایگزین میکنید اینجا، درست هست، چک میکنیم. 30 13 10 25 30 13 10 25 51 27 59 14 51 27 59 14. اینم جایگزین شد، اوکی رو میزنید. میان این قسمت آخر، گزینه آخر رو انتخاب میکنید و اوکی رو میزنید، صبر میکنیم تا کار انجام بشه. خب کار انجام شد، یه نقطه به این شکل به شما میده. اگه روش زوم بفرمایید کاملا مشخص میشه که چه اتفاقی افتاده. ببینید این پایین داره مقیاس رو بهتون نشون میده که از چه فاصله ای هست دیگه. فاصله الان این مقدار داره 10 کیلومتر رو به ما نشون میده، مقیاس 10 کیلومتر. خب حالا هرچی ما زوم میکنیم هرچی که زوم میکنیم این فاصله کمتر میشه، کمتر 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 کمتر. الان 50 متر، 22.5 متر داره اونجا نشون میده، الان 10 متر. هر این
مقدار معادل 10 متره. ببینید 3 متر، 2 متر. الان نگاه کنید به فاصله های منظمی که انتخاب شده الان تو هر 2 متر بشمارید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10 نقطه توی 2 متر، یعنی هر 20 سانتی یک نقطه انتخاب شده به طور منظم. این نقاط 20 سانت 20 سانت 20 سانت در طول و عرض نقطه انتخاب شده و اینا اطلاعاتش گرفته میشه و برای ما تو اسکن از این استفاده میشه. ببینید چقدر دقیق و منظم داره این کار انجام میشه. اینو فقط یالا توضیح اضافه دادم، شما به توضیح هم نیازی نداشتین، ولی خب توضیح دادم که بدونید چه اتفاقی داره. میان مرحله بعد روی فایل اکسپورت رو میزنید، وکتور لیدار فرمت این رو انتخاب میکنید و اوکی رو میزنید. خب این هم ترجیح هم بزنید رو 50 49 خیلی فرق نمیکنه. اوکی رو میزنید. خب دیگه کجا اینو ذخیره کنم؟ ما میخوایم این روی دسکتاپ ذخیره بشه. به اسم چه فایلی؟ به اسم میذاریم 1 2 3 اسمش. خب دیگه با این کاری نداریم، اینم میبندیمش. فایلی که الان درست کردیم این میذاریمش. خب خاطرتون میاد قبلا توی فایل های آموزشی که دیدین بعد از اینکه رنگ آمیزی میکردیم یک اکسپورت با فرمت KML ازش میگرفتیم. الان یک اکسپورت گرفتیم با فرمت KMZ. این جایگزین اون میشه. از اینجا به بعد مراحل عین روش قبل تکرار میشه، فقط اون مرحله رنگ آمیزی رو ما یه جورایی میونبر کردیم و یه روش بهتر استفاده کردیم. خب میان توی قسمت سایت اون سایت جی پی اس ویژوالایزر که قبلا هم باش کار کردین و دیدین، من از اینجا به بعد سریع توضیح میدم که حجم آموزشمون زیاد نشه و راحت بتونیم در اختیارتون بذاریم. فایل رو انتخاب میکنید، روی دسکتاپ بود. یک دو سه این بود. درسته؟ اینو میزنیم رو پلین تکست. خب یه نکته ای که هست دقت بفرمایید. اینو قبلا من خدمت شما گفتم که روی best available source بذارید. الان نه، ترجیحمون اینه که همیشه از گزینه آخر استفاده کنید. حالا دلایلی هم داریم برای این قضیه. یکی این که خب اگر بعدا نیاز شد که شما دوباره یه جایی رو اسکن انجام بدین، اینجوری نیست که هر سری از یه منبع براتون استفاده کنه. منبع یعنی هر سری منابع مختلفی استفاده بشه. الان دیگه هر سری میدونی از همین منبع استفاده شده و کارتون حداقلش اینه که تکرار پذیره. درست شد؟ اینم پس گزینه آخر استفاده میکنیم و کانورت رو میزنیم.
انگار که سرعت اینترنت ما خیلی هم تعریفی نیست ظاهرا. صبر میکنیم تا این کاورت انجام بشه. خب انجام شد. اینجا که دانلود اومد دانلود رو میزنید. صبر میکنیم تا دانلود کامل بشه. خب دیگه از اینجا به بعد عرض کردم دیگه همون روش قبله. من دیگه توضیحات رو نمیدم و فقط اجرا میکنم که زمان صرفه جویی بشه و حجم فایلمون خیلی زیاد نشه. فایل که دانلود شد میاریدش اینجا و این هم میبندی. این هم اسمشو من عوض میکنم میذارم همون 1 2 3. خب حالا میریم سراغ نرم افزار سرور. خب نرم افزار اجرا که شد نیو پلات رو میزنید. این باز میشه. اوپن رو میزنید. آدرس دسکتاپ همون فایل تکست 1 2 3 همون رو انتخاب میکنیم. صبر میکنیم تا باز بشه و اوکی رو میزنیم. اوکی که زدیم این باز میشه. خب طبق همون روال قبل چیزهای اضافه رو پاک میکنیم و فقط اعداد میمونه. سیو میشه به صورت یک فایل دات. خب میان روی پلت توی دیتا این فایل دات رو که ذخیره کردیم 1 2 3 دات این رو انتخاب میکنیم. بازش میکنیم. این ترتیب رو تغییر میدیم به صورت BAC next میزنید. ببینید نقطه ها اگه یادتون باشه تو دفعات قبل چقدر پخش و پراکنده بود، الان نه. الان با فاصله های منظم به صورت ردیفی انتخاب شده. این تفاوت این روش با روش قبل. next رو میزنیم. مجددا next رو میزنیم. اینجا مینیموم ماکسیموم اینجا هم که لاینره و فینیش. خب تمام. اوکی اینو میبندید. نو این هم میزنیم. دیلیت این رو انتخاب میکنیم. زاویه رو میذاریم رو 90. فایلمون میشه این فایل GRD که درست شده. اینو انتخاب میکنیم. تیک رو باید بردارید. اوکی مجددا یک بار دیگه این سری میایم رو دیفرانشیال لاپازیان اپراتور فایل آوت که به ما داده شده فایل آوت رو انتخاب میکنیم. دوباره تیک رو برمیداریم. اوکی یس. از الان به بعد فیلترها رو شروع میکنیم انجام میدیم. non liner filters other non liner filters median difference رو انتخاب میکنید. میذارید روی 9 7 و این قسمت هم روی 90. از این قسمت هم اوت رو انتخاب میکنید. مجددا تیک رو بر میدارید. اوکی یس. دوباره فیلتر اوردر تو لاپازیان 3 فایل اوت
تیک رو بر میدارید. اوکی. مجددا فیلتر، بوردر تو، سری لافازیان یک، به همون شکل فایل آوت، تیک رو بر میدارید. اوکی. یس. اینجا مجددا فایل آوت، تیک رو بر میدارید. اوکی. یس. میرید توی فیلتر، اوردر استاتیکس فیلتر رو این سری انتخاب میکنیم. لوور کوارتایل رو اول میزنید، اینو میذارید روی 7، اینم 7، همون فایل اوت، اوپن. این سری دیگه تیکو بر نمیدارید. اوکی رو میزنید. و مجدد فیلتر رو میزنید، این سری مدین، فایل اوت، تیک رو میذارید باشه. اوکی. یس. از فایل پایینی برای طلا استفاده میشه، بالایی برای حفره ها و فلز استفاده میشه. خب پایینی رو میزنید، این سه نقطه رو انتخاب میکنید، لود، آدرس اونجایی که به اصطلاح نرم افزار فولدر پکیجی که خریدید هست میدیم بهش. ای این چیزی که حالا من خودم اینجا سیو کردم دیگه. تو قسمت رنگ ها میرید، طلا رو انتخاب میکنید، اوپن میزنید، اپلای. اوکی. اینجا الان چیزی نشون نمیده، یا اگرم باشه این پایین هست که تو محدوده‌ای که ما انتخاب کردیم نیستش. خب حالا صرفا جهت آموزش هست، خیلی اهمیتی نداره یه قضیه الان برام. سه نقطه رو میزنیم، لود، این سری این رو انتخاب میکنیم، اپلای، ریورس. خب اوکی. نگاه کنید، به صورت منظم روی یک خط داره اتاقک‌های مختلف رو به ما نشون میده، اتاقک‌هایی که هم شکل ساخته شده و فوق‌العاده جالبه، خیلی قشنگه. میبینید یکی از اینا چیزی داخلش نیست، تخلیه است. اون دوتای دیگه داره بار رو به ما نشون میده. احتمال وجود فلز هست اینجا و خیلی جالبه. خب این پایینه رو فعلا دیلیتش میکنیم، یه اکسپورت KML ازش میگیریم، اینو میذاریم 1 2 3 یا میزنیم اصلی مثلا روی همون دسکتاپ سیو میشه. اوکی. و خب فعلا دیگه با اینم کاری نداریم. میریم روی دسکتاپ، خب
اینا همه فایلایی که مرتبط میشه با این کاری که ما اینجا انجام دادیم. این آخرین اکسپورتی بود که ما گرفتیم. روی این که کلیک کنید داخل گوگل ارث ببینید دقیقا بهتون نشون میده. من یک بار دیگه اکسپورت میگیرم چون این نقاط مونده، میخوام این نقاط حذف بشه که شما زیرش رو شفاف بتونید ببینید. خب این تیکه رو باید برمی‌داشتیم که فراموش کردیم. خب خب مجددا اکسپورت گرفته شد. خب ببینید به طور خطی توی این قسمت، این تپه باستانی یا این تومولوس، شما اتاقک های مختلف دارید میبینید. خب نقاطش هم میتونید با این پین مشخص کنید. پیناری که میذارید بهتون طول و عرض رو مشخص میکنه، مختصات رو بهتون میده. هم میتونید که از داخل خود نرم افزار سورفرتون با این گزینه دیجیتالایز مشخص کنید که خب این طول جغرافیایی و این عرض جغرافیایی رو بهتون میده. خب موفق باشید انشالله، سلامت پرروزی انشالله باشید، شب و وقتتون به خیر باشه. خدا نگهدار.